گند زنکی فهمیدی که شرم بدار من مسکه میپوشم برای که من ای خدای طوری سر میترسم یوبکایی که در جلسه میپوشن لیکن ما در پروتکل فرمای ما برادر السلام علیکم. ما همه فقط یه صحبت کردنی بودم. ما همه قبیله زنها همه قبیله اپور ما بسیار میشناسم. هر یک سپرافکا هر یک دکومنت ایو به نرخ گران میفروشن. خلق ای که گوته که ایو یگون خدا در روی زمینه خلق ای اسمان بها تگی پاشون به رنگ مورچه باری نگاه میکنن. در اینجا زبونش دراز گپ زده است. خود شرم بدارید حاضر در همین دولت میدونید چه خیلی آدمو کار کرده میتونن همه آدمایی که خشامت بزنن همه آدمایی که تعریف کنن هش ما ای خیلی هش ما او خیلی انا میخه زنکاره که ما در جماعت ها در انمو اداره هایی که سپرافکا میتین در همو اداره هایی که شهادت نامه میتین به کدام درجه یعنی من همه ایو رو من میدونم من شتای اینا خیلی زنکاره خوردگی هم ایو که یک بند میشود همه کسا به کتیبش با مثال وای خط‌نویسش با وای امضاگرش برای یه حجت یه حرف باید خطا کردی خود شد ما 3 ماه ایدمی هم خیلی آدمو دویدگی یا در ایجا برا پول بسپار در اوجا برا پول بسپار انا پولی کپیا کردم پول بسپار میگه که ما تینجیم امونیم هنش نه یا تینجی امونه برای که یا حرام حلال میوان میخرن میگه که نون و نمک میزنم نون و نمک انا همین دولت که حرام خورا را آورده در سر دولت مونده میزنه شو نون و نمک میگه یا بی عقل یا فقط من میدونم ایو را حکمت گپو بیزب نگو استغفرالله یا همو خدا میگه که برای همین زنه که همون مردم زنه من دونم که شرم نداشته و میگه که ما خیلی یا بار ای تموجنی بگذار ای تموجنی هم تاجیکستان بگذار که بینکه با کبجه رسته روزه چی که در سرد میورن بیا که در شهر که بیوان چه کار میکنی در اینجا در اینجا زبان درست چی میدونی خوری زدی چی میدونی که فرزندای ما با کدام حالت ها گشتیان در اینجا ای اوجا زبان درست وطن آباده برای خانه ساختگی که با پلی محنت با جون خودت میسازی همون زمینه که خودشون فروختیان جماعت های خودشون میفروشن خداتون اولوی میکنین با بسر مردم اینقدر روزی سیاه آورده در ناحیه رودکی چی کارا که شما نکردید بسر مردم چی روزای ده آوردید چند خانه ها را چپه کردید انا تو باری آدما جماعت ها زمین ها را فروختید خوردید اولوی کردید با مردم پستاوید کردید فهمیدید شما انا تو زنک انا خیلی زنکی برای همین آبادای ای خیلی او خیلی خاکی خنکی آبادی آباد نه حرام خوری شما حرام خوری دولت شما میبخشید انمو گفتگی های اکیسین شما امی آدمی بمانه آدمی راستگو آدمی حقیقتگو در اوجا روز نمیبرد با میگم روز نمیبرد آدمی که فقط دروغ گفته بتوند آدمی که خاک بزند میبخشه و خیلی مجبور شدم که همین گپ بگم هرچند که دهن ما بگه که حرام آموخته و آلوده را کردگیم نه که شما برای انمی خیلی زنها انمی مردک که حالی معارف گفت یک گپ حلال ای دهنی تو نمیبرویه حیفی فرزندی تاجیکی تو درسش میتی حیفی همون ملکی تاجیکی در دست شما میگه که اسبی توزیع شده مجروح بزیری پالان تاکی زرین همه در گردن خر میبینم انمو خرا شمایه شما انمو خرا و مچخرا شمایه برای همین زبان درست زنک اگر در پیش میبدی که من دیگر خلقتی دیگر بودم فهمیدی حیوان زنک حرام خور زنکتی انمو مردکم حرام خور برای همین فرزندای ما را که تو فرزندای ما را گپای حرام نگو مسافر را غریبا را گپی حرام نگو که یه روز نه یک مادری گریب حقد میکپه
فهمیدی آواز به هوی که آواز تا کجا هوی میکند آوازی تو اوژه پالنی گفتی و گپا که آوازی تو بر وقت در یک جای در کاری رفتگیه تا حیوان زنک میکنی زمان دراز بگی اون مسکت دهنه وچکی را بگی فهمیدی؟ چرا ایکنو تولی مرسل نگردیده فهمیدی؟ تو اگر فرزند در کشتگی را ندیدی بعد میفهمیدی تو اگر پینجی را که امانی را خداوند به ما داده صدقه پینجی میکنه یا برگنون میخورم پینج امان باشم فهمیدی؟ یک برگنون راحت جونه خیلی حرامی نه شرم نمیداری ای خدای سرت شرم بدو که متهم زنکی فهمیدی که شرم بدو من مسکه من میپوشم برای که من ای خدای توری سر میترسم من ای الله توری سر میترسم من فقط ای الله میترسم برای همین من مسکه برای همین من حجاب من میکشم تو دولت فرو دل من خولی کردم موزه سرفروشانم میره گپ تگوش نمیکنی خب یک میزنی من در پینجیش بس خب یک لحظه انتظار باشه انشالله این اپای ما را اینترنتشون ضعیف است نیا که خط وصل بشه بودی داره همین هم تنیگو کو ای طور سر توکنی پو تنیگو کو همین ارگانیزم خط اطاعت نمیکنه این خلق دنیا همه این یک توجیک باور که بیاد چنی خطان گپ زنین دیگر رفتین و هم اومدین شاید که هم دو رکعت نماز درست هم نمیخونین که جا فرض و سنت و واجب دا بحث میکنین بس کنین بلی از خدا ای اپا بفرما زنی مواجیر میکروفون بفرما. سلام علیکم. علیکم من سلام. با همون آدم بای کارکنی معارف یک دو سه سخن داشتم. بفرما. میکروفون من گیرم؟ بله کمی بله. بلندتر گپ زنین بله. فقط بلندتر گپ زنید. من با همون کارکنی معارف یک دو سه سخن داشتم با همون زنی که چیکار میزنی اخی؟ که خاله همسال مادر ما باشه شما چی در کار گپای دروغ گفتن من خودم مهاجر هستم پدر مادر ما در وطن زندگی میکنن هر روز مشکلی های وطن ما دروغ نمیگم شما خواهری از دختر چه داول تو جنگ دیدی اگر مهاجر نباشه مردم تاجیک به گشنگی ایپو میزنن مردم تاجیک گداگی میبروین اگر مهاجر نباشه مهاجر هست تو رنگ شما ناله و دورا نمیکنه مختد بار شگر ناله و دورا نمیکنیم خدا دست پنجه مود خیلی در وطن برش اول یکمش کی همین بود و هوای خدم اپا کمتر خطونه حرمت کنیم من شما که گپ زده من خب میکنم من که گپ زدم خطونه حرمت کنیم کمتر صبر کنیم مایری جانم چی گپ زد من خودم کارگر معارف بودم کارگر معارف بودم در معارف کار کردم ما را همچون چی گویم همچون دوارنی گویم به زبان تاجیکی نمیدونم چی میشه همچون دوارنی استفادهمون میبردن همچون چی گویم میلیسا استفادهمون میبردن الان ما آموزگار بودیم لیکن ما کاری خودمون اجرا نمیکردیم ما کاری حکومت اجرا میکردیم دوارنیکی میکردیم میلیساگی میکردیم ما را مجبور میکردن که رئیس سطر مردم را از سطر بگیریم ما میگفتیم آخه ای بالا از سطر یک زن دیگر را تو میگیری جاش میگفتیم گیرین سطراتونا میگفتن که ای شما چی حق دارین سطر ما را میگیرین میبردن در معارف میبردن سطری آدم را میکشیدن میگرفتن اوسو شوشون پیرود میکردن که اگر زن سطرش نگیره جریمه را بسپرد حالا که جریمه تصدیق کردگی نبود جریمه همی فقط سخن دهنی بود تمام او معلمه که حاضر گفت که من 800 تومان آیلیگ میگیرم او دروغه مرم 800 تومان آیلیگ میگرفتم لیکن با او روزی که معاش من میشد من دو مرتبه او 800 تومان میدادم و با او 800 تومان میگرفتم فهم دوسته من دو کودک داشتم خودم زندگی میکردم با کودکم 800 تومان مرا هیچ میشد شما значит در مهاجرت آدم میداره که
شما یا چی میگن نگاه و بین میکنن که شما گوشت بیرون خوردن میتونین. اگر آدمی که در مهاجرت نداشته باشه ایجا گوشت میبینه. وقتی که کیلوی گوشت در تاجیکستان حاضر به 60 مانی را بلند شده ده. کنی در تاجیکستان هیچی گپ زنم اکه خواهر جان، من گپ زنم. گپ زنیم سخن میتین گپ زنیم. بفرما معلمه، بفرما. گپ زنم. بفرما. مثلا یک تا سوالات جواب میتم، یک تا مثلا یکی گپی مرا من گپ تا گوش کردم، گپی مرا نبره، مرا میکروفون مرا خاموش نکنین. مثلا سطر خطی میگم تا مثلا سطر خطی هر چنده که من سر کار ندارم سطر خطی نه که من گپ میزنم، جواب سوالش میتم. در دنیا هر یک دولت لباس خودش دارد. بعد یک لباسی یوروپئی، لباسی ملی خودمون. اینا ما میتونیم که یوروپئی پوشیم، میتونیم لباس خودمون پوشیم. اینا ما همین کار کردم، اینا میر مال ما، اینا می شرف ما، نمیتا دختگی ما را یگون کس نکپیدای، ما را جریمه نکردای. ما هم اینا می چی معنا داره که شما لباس سیاه میپوشین و فیگورای پاریس تنگ میکنین. اخی نکوریه مادری ما همین چند سری سال بعد همین ما آواز گرفتم، علاقه مرز گذشتی صبر کن. آواز نیست. مدام که ما لباس ملی داشته باشیم، لباس سیاه را میگن مال بیگانه است. چرا در جلسه های نزد پرزیدنت لباس اروپایی تازانو زنها میشینن مگر این فرهنگ بیگانه نیست؟ چرا زنها لباس اروپایی از کجا فرهنگ تاجیکی شد پس؟ خب انا قد مرکشی ما جواب شب برادر در جهان اگر خودت اگر چی وای باشی هیستوریا شناس باشی، اگر بیشتر تاریخ شناس باشین در جهان یوروپیسکی همه میپوشد. این خود کاستوم برو پوشیده جانی ما. تو چرا من دوای یوروپئی مثلا مرحمت یوروپیسکی نه بازی را داد. به ما سوال جواب صبر کن. آواز گرفتم. سوال مرا جواب که بعد بس سوال جواب میتم. صبر کن. مدام که ما دوای فرهنگ داشته ایم، شما لباسی که زنها باور میکنن غیر ملی بده است، پس چرا در جلسه های رحمانوف یا در ملاقات های رحمانوف زنها با لباس ملی نمی روند؟ لباس اروپایی برای شما عزیز بده است، فرهنگ بده است، اما یک زن که لباس حجاب میپوشید است، روسری میپوشید است، اون لباس برای شما بیگانه بده است. همین فهمیش دارین شما که لباس اروپایی مال تاجیکی، زنی مسلمان مال بیگانه. این از کجا گرفتین؟ جواب چیه جواب نگو. این من سوالات جواب میدم. جواب میدم. نگاه کنید بچه‌ها، همین حاضر هر یک آدم، هر یک چی میگن، هر یک مملکت لباس ملی خودش داره. با در جهان روسا تا پایین پا یوبکا میپوشیدن، محکم بستگی بودن، پیشاشون محکم بود. تمام خلق دنیا میخیل بود. بعد جمع شدن یوروپیسکی فرم بروردن. این فرمای کاستوم برو که خودت یوبکایی که در جلسه میپوشن نکمو در پروتکل فرمای مو برادر بس پروتکل بیرون نرو. هیچ وقت لباس اروپایی فرهنگی ما مردم نبود. پس چرا رحمانوف در جلسه‌هاش مردم نمیگه که شما اطلس بپوشین، روی مالی سفید بپوشین؟ چه خیلی میگم ماماهای ما لباس سفید داشتن. چلا در جلسه های رحمانوف زنها از زانو بالا لباس میپوشن، اون لذت میبره، اما لباسی تاجیکی، لباسی سطر یک مسلمان شما از اون نفرت داشتین. چرا از لباس اروپایی نفرت ندارین؟ چرا؟ من نفرت ندارم. من خیلی کرتای اطلس رومو این پروتکل فرم کرتای اطلس های. اینا کرتای اطلس که کدام مجلس دمی درو هیچ کنه میبرورتا. نه که او همون شخصیت وقتی که میگن که دموکراتی خبر میگه جمهوری تاجیکستان دولتی دموکراتیست، حقوق بنیاد دنیوی و یگانه. آیا در کشوری دموکراسی آیا لباس مردم چین کردن ممکن بده است یا که نه؟ لباس مردم چین کردن نه. وقتی که همون آدم اگر سطر میپوشد محکم میکنه، او را نمیدونی او مرده که یا زنه که.
میفهمی این برای امنیت تامین کردن نه برادر جای شما در تنها را لباس خطا نمیکنه من خودت اپا یگم اولاد خودت در حیاتت سطر چی شرم هم چیزی خوب است شرم هم چیزی خوب است در جای شما مردم سطر حجاب نمیپوشند اینا مخدم گفتاستم تو این امیر رومالی ما ای سطر چی فرق داره موچه میبستم کو اینا میخر موچه میبستم کو مرا میگفتن که همیشه میبیاین مکتب ای معارف میاین ای بالا میبیاین ما تبگی ای سرت میگفتن مرا میگفتم که من دروغه اگر دروغ کلن دروغه خدا مرا کلن دروغه نک اپا جون نک برای چور پنگکو ایمون تنفروش ایزا بکش شرم بدور اینا مخدم ادکتا ما در جلسه اشتراک میکنم اینمی جمعیتی جلسه را پیرود میکنن کتا کوچه اپلاک مرمون من میپرتم سین سال شما را هیچی نمیگم او مرنگ پیاش بدم نکی کاریگری مرنگ کاریگری ما کودکوی موهاز رومو بهروز آوازت کشتگیه ما براتون دو تا عکس روان کردم آقای اشرف عکس برای همین زنها بگذارین در مسنجر همین مادر ببینه بعد بحث سری فرهنگ ملی بکنیم التماس عکس بگذارین خب زن مهاجر اپای مهاجر صدای شما یا دقیقه نیست من برای همین اپا عکس بگذارم ببینن فرهنگ تاجیکی را در تلویزیون‌های رسمی ما چگونه زن تاجیک با لباس میبرخش نمایش میتیه این اپای عزیز برآمده است ما را از فرهنگ درس میتیه فهمیشون به همین اندازه است که گویا که زن تاجیک لباس ملی دو تا بوده است لباس اروپایی یکی که خب عمومی جهانی بوده است حق داشته است پوش است و لباس تاجیکی اما در جلسه های رحمانوف لباس تاجیکی نیست یا هم اینترنت داره بدبختانه